وزیر امور خارجه روسیه در نشست فرمت مشورتی مسکو از کشورهای غربی خواسته است تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنند و مسئولیت بازسازی این کشور را به عهده بگیرند. هفتمین نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان روز گذشته در مسکو برگزار شد و در آن نمایندگان کشورهای منطقه در مورد امنیت، ثبات و گسترش روابط همکاری با افغانستان گفتگو کردند و از جانب افغانستان مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور برای اولین بار به عنوان عضو رسمی در فرمت مسکو شرکت کرد. یافته‌های پژواک نشان می‌دهد که بهای تیل در بازار جهانی نسبت به اوایل سال روان 5% کاهش یافته است، اما در افغانستان در حال قیمت آن 22% افزایش پیدا کرده که ارزش افغانی در برابر دلار نیز 4.6% افزایش یافته است. برخی آگاهان امور می‌گویند که قیمت تیل در افغانستان به این دلیل افزایش یافته که اکنون تنها تیل با کیفیت بالا که در بازارهای جهانی نیز قیمت آن بلند است وارد می‌شود. طبق نرم جدید واردات تیل با کیفیت پایین مجاز نیست و به دلیل بازسازی شاهراه سالنگ موتورهای تیلری از 5 ماه به این سو از این مسیر عبور و مرور نمی کنند. عموز گفته که با میانجیگری قطر آماده پذیرش طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای آتش بس است، اما شرطشان هنوز پابرجاست و خواهان تضمین‌های واقعی است که جنگ باید پایان یابد و دوباره آغاز نشود. این در حالی است که از روز جمعه گذشته به این سو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواستار توقف عملات هوایی شده، اما در عملات تازه اسرائیل دست کم 104 تن در غزه جان خود را از دست دادند. مسئولین محلی در سمنگان میگویند که در یک رویداد ترافیکی در مربوطات ولسوالی در اصوف پایینی ولایت 7 تن به شمول 3 زن زخمی شدند. حشمت الله رحمانی سخنگوی قماندانی امنیت سمنگان میگوید که این رویداد امروز در ساحه دهن خشکدره از مربوطات ولسوالی در اصوف پایینی ولایت در پی واشگون شدن یک موتر نوسرات رخ داده است. شرکت پروشنای افغانستان میگوید با هیئت ترکمنستانی گفتگوهای سطح عالی را در مورد پروژه تاپی انتقال برق 220 کیلوولت به سب استیشن نورالجهاد هرات و سایر پروژه های بزرگ برق آغاز کرده است. شرکت پروشنای افغانستان در صفحه ایکس خود نوشته است که رهبری این شرکت روز گذشته با خواجه اویزوف سفیر ترکمنستان و مراد اردیکوف مسئول عمومی پروژه های برق ترکمنستان، افغانستان و پاکستان و هیئت همراهش نشست مشترک را در مورد پروژه های خرید و انتقال برق آغاز کرده است. بر بنیاد معلومات شرکت پروشنای افغانستان قرار است این نشست برای 2 روز دیگر نیز ادامه یابد که جهت‌های تکنیکی مورد بحث همه‌جانبه قرار خواهد گرفت و در پایان پروتکل مشترک نیز امضا خواهد شد. و مسئولین محلی در هرات میگویند که بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی 160 زندانی به شمول زنان و کودکان از محبس مرکزی این ولایت آزاد شدند. زندانیان آزاد شده شامل کسانند که مشمول فرمان عفو رهبری امارت اسلامی شدند و برای 162 تن دیگر نیز تخفیف در مجازات در نظر گرفته شده است.